الان این دستگاه یکی از بزرگترین لیزرهای صنعتی کشوره، اما این تازه شروع ماجراست. خبر خوب اینه که به زودی زرین فولاد شهریاری به تکنولوژی لیزر سه‌بعدی با قدرت 30,000 وات هم مجهز میشه. خطوط نواربری ضخیم‌بر و نازک‌بر در زرین فولاد همواره مشغول کارن، اما این پایان مسیر برای ما نیست. خبر خوب اینه که در ماه‌های پیش رو پیشرفته‌ترین استیتر نازک‌بر و ضخیم‌بر کشور هم اینجا شروع به کار میکنه. دستگاه‌های پرس در زرین فولاد همواره به خم و شکل‌دهی ورق مشغولن، اما ما از پیشرفت تکنولوژی هم غافل نیستیم. خبر خوب اینه که همین الان تجهیزات تمام اتوماتیک تولید LSF روی آب‌های آزاد در کشتی‌های تجاری در حال اومدن به زرین فولاد هستند. تا امروز ورق‌های رنگی به زرین فولاد می‌اومدن تا در 8 طرف فرم‌دهی بشن. اما یک انقلاب در صنعت فولاد کشور در راهه. اینجا یکی از بزرگترین کارخانه‌های تولید ورق رنگی ایران با نام فولاد آرندلنجان در حال راه اندازیه. کارخانه‌ای که قراره ورق رنگی ساده و ورق رنگی ته‌دار رو با کیفیت صادراتی راهی بازار کنه. این موفقیت‌ها حاصل سالها سرمایه‌گذاری سنگین ما در مسیر شکوفایی صنعت آهن و فولاده، مسیری که برای ما حالا ادامه داره.